خانم شام چی داریم؟ خانم با تو هم گشنمه. آخرین باری که منو بردی شمال پراید 2 میلیون بود. با من حرف نزن. خانم گشنمه. کی رفته شمال باز؟ همسایه روبرویمون سالی 2 بار شماله. شانس داره دیگه گوساله. شوهر اون آدمه، شوهر منم شغاله. خب الان اونجایی که تو نشستی شمال خونه است. نگاه من دم به دقیقه بهت اجازه میدم تو شمال باشی. ناشکری نکن. تا حالا کسی از شمال خونه دمپایی پرت کرده سمت جنوب صورتت؟ پاشو بریم شمال، همونجا غذا میخوریم. جون من؟ بله. تو راه نگی گشنمه، من میخوام از مسیر لذت ببرم. نه زود میرسیم، مسیری نیست. تو نری یا بخوای تو بری نمیام. تو پاشو بریم کاریت نباشه. بریم. چشاتو وا نکنی ها. نواریم کنم. رسیدیم شمال؟ حالا چشاتو وا کن. Oh my god! So beautiful! بله مثل خودت سو بیوتیفوله. دیگه شمال نمیخواد بریم، شمال آوردن کاشان. آره دیگه شمال نمیخوام، خیلی دوره. اینجا خودش یه با شماله. حالا کی شغاله؟ الان دیگه تو جیگر منی، خواهرت شغاله.